بارها شده مراجعه کنندگانی داشتن بسیار آشفته و نگران از اینکه دکتر دچار زگیل تناسلی شده، اما وقتی معاینه‌شون کردن تشخیص دیگه‌ای مطرح شده، مثل پاپول‌های مرواریدی، کیست‌های اپیدرموئید یا حتی تک‌های پوستی. پس اگر ضایعه‌ای داشتید توی ناحیه و نگران این بودید که دچار زگیل شدید، حتما باید توسط پزشک معاینه بشید. حالا اگر واقعا زگیل تناسلی باشه که معمولا ناشی از HPV نوع 6 و 11 معمولا خطر سرطان نداره، منتها نمیشه به حال خودشون هم رها بشن، چون ممکنه گسترش پیدا کنن، بزرگتر بشن و خطر انتقال به شریک جنسی هم وجود داره. به همین علت درمان زگیل فقط به خاطر زیبایی نیست، برای کنترل ویروس، پیشگیری از عود و جلوگیری از انتقال مهمه. روش‌های درمانی متنوع از کریوتراپی تا لیزر، درمان‌های موضعی و حتی جراحی، بسته به محل درگیری و شدت ضایعه. تا زمانی که زگیل درمان نشده، توصیه نمی‌کنیم که رابطه جنسی داشته باشید. کاندوم کمک کننده هست ولی نمیتونه 100% از انتقال بیماری جلوگیری کنه. زگیل تناسلی قابل کنترله به شرط اینکه درست و به موقع درمان بشه.